She liked me better when I was coming up. Nowadays we don't do a lot, but I done enough. Button down this button up. Long days of a hustler. So baby, when you come see me, don't fuck it up. Shots flowing, I'm a son of a gun. Still going at a hell of a run. Not finishing the plot thickens, so the story goes. I've been one. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوبی؟ امروز میخوام ببرمتون نمایشگاه گیم. یه حرف میزنم بریم فقط نمایشگاه ببینیم. با مترو باید برم اونجا. مسیر مترو قشنگ سر راسته. اینجاست، میریم این سمتی. آقا اینجا همش موزیکه. وای وای اینه عشق، یعنی اینا. داشت سایبر تراکشون پلیسشون. I cannot be a statistic. I manifested the motive, the mission. Had got sick of niggas sitting around and just wishing I roll up the sleeves to get out and go get it. Some kept it pushing, some blind to the vision, but I had the key for the doorway existed. Way up the ladder, they can't even fathom the purpose. I'm setting it permanent, infinite. Why you think I had to go and get timid? You can't avoid the future when it's imminent. You can keep the loathing in the sentiments. I'm way too locked in to be giving attention. از اینا برای همتون آرزو میکنم. واقعیت مجازیه. خب بچه من نمیدونم صدا من درست میاد یا نه، چون خیلی هم بلند دارم حرف میزنم. بعد دور و برم همش موزیکه، کپی رایت میخوریم. من اینجا نمیتونم روی چیزی صحبت کنم. حالا جایی که لازم باشه صحبت میکنم، اونا رو میذاریم. و اینکه خیلی جای جالبی هست، خیلی قشنگه. تا حالا نیومده بودم نمایشگاه گیم و این یه چیزی تجربه خیلی قشنگه، ولی قشنگتر موقعی میشه که رفیقات باهات باشن، چون میتونی بازی کنی، مسابقه بدی، برید مثلا خوش بگذرونید. خیلی حال میده. من تنها هم بعد الان فقط میتونم فیلم بگیرم دیگه و اطلاعاتی به دست بیارم که به شما بگم. دیگه چیزی ندارم، کاری نمیتونم بکنم. اگرم بخوام اون کارو بکنم تنها هم کسی ویدیو نمیتونه بگیره. تنها خدا بدون گوری یعنی رفیقم. بچه موزه گیمه و شروعش از سال 1970. سال 1970 اینجا سینا رو بخوام همه رو تکی تکی من براتون بخونم خیلی طول میکشه. یه فقط ببینید چجوری تنظیم کردن. 1980 بعد از این رایانه ها IBM ساخته. بعد این بازی ماریو، این بازی چی؟ ماریو دیگه اسکول، تتریس، اینا یکی یکی. بعد اینا اومدن، آتاری. چیزی که خیلی همون دوست داریم. طرفداراش کجا هن؟ سال 2013. آره چیزی که عاشقشم. فورتنایت 2017. فورتنایت پلیراش زلدا. وای پسر چه دورانی بود گذشت همش. اینا همون قدیما اینجوری بازی‌ها رو عرضه می‌کردن. من اولش اومدم فقط ویدیو گرفتم، ولی الان میخوام بهتون نشون بدم اون سکشنی که گیمه. اوه چیزی که مهدی دوست داره. بذار الان واسه چیزی میفرستم. خب چیه، پس یا FC24؟ این FC فکر کنم. آره FC24. آره ببینید شما FC24. ببین یه آرزوی یه مرد اینه اینجوری با بچهش بشینه گیم بزنه. اینجا هم سکشن FC24.
پسو ندیدم. بعد جای بچهای فوتبالی خالی، جاتون خالیه واقعا. خب نوبتم که باشه. نوبت چیه؟ ایسوس، برندی که من عاشقشم، مخصوصا تاف گیمینگشو یا همین یارو چی میگن ریپابلیک آف گیمرزش. اومده اینجا چیکار کرده؟ کیس‌ها و مانیتورها و حتی موس و کیبورد خودش رو اینجا گذاشته. یعنی یه ستاپ کلی گذاشته دیگه از چیزایی که داره. صندلی بگیر، مانیتور و کیس و اون رو دیوار اگه می‌بینید تا مودم که حالا جلوتر میرم نشونتون میدم. فعلا کیس رو دریابید، کیس رو ببینید اصلا حال کنه. ایسوس اومده همه اینا رو اینجا گذاشته و مردم میان بازی میکنن، تست میکنن، ببینن مثلا سرعتش چقدره، با چه کوالیتی میتونن گیم بازی کنن که خب یه بازاریابیه براشون. این بالا هم کانفیگاشو میبینید که چه سخت افزاری توی این کیس ها استفاده شده. حالا هر کدوم به نوبه خودش بالا پایینی داره علاوه قیمتی. این سمت هم لپتاپ‌های گیمینگ هستش. این داداشمون داره بازی میکنه. فکر کنم بازی جدیده. چیزی که ازش پرسیدم اونجا یه بازی جدید بود داشتن تست میکردن. فعلا توی همون مرحله تست. لپتاپ‌های گیمینگش عالیه واقعا. من خودم ایسوس تاف گیمینگ 15 شو من دارم، عالیه واقعا. لپتاپ‌های ایسوس عالیه بچه. این سمت هم میایم مودماشو. این واقعا عالیه مودماش. یعنی اصلا استفاده نکردم ولی خب اینجوری که می‌بینی کیف می‌کنی. ببین مثلا چهره خشن گیمینگی داره. مثلا حال می‌کنه. این بخش همون مین آرنا که نوشته. اینجا مراسم‌های اصلی نمایشگاه مثلا مثل مسابقه گیمرهای حرفه‌ای میارن مسابقه میدن. حالا یه بخش FC 25 میان مسابقه میدن. یه بخش هم این بازی است که شبیه کانتره ولی نمیدونم چیه، چه بازیه که کلا دیگه همه اسکی کانتر میگن. این دو دوست عزیزمون هم که دارن گزارش میکنن و حالا دیگه یه دقیقه من حرف نمیزنم شما ببینید که چی به چی هستن. اینجا هم وسایل بازی رو گذاشتن که کسایی که بلیط گرفتن بیان بازی کنن اینجا. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your ear. Together! All right, look at that. Who is next? Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD2. آقا یکی از غرفه‌هایی که من خیلی خوشم اومد و اصلا چندین بار رفتم اومدم تا الان برای شما ازش ویدیو میگیرم. خب اولترا پی سی گیمرز اینجا عالیه. اصلا چیزیه که توی خوابا و رویاها هر گیمری میبینه، هر پی سی گیمری یعنی دوست داره چنین چیزی، یه نعمت براش دیگه. فقط ببینید چه ستاپایی هست. از اینو نگاه کنید، انگار آکواریوم ماننده، آب توشه به خدا. اصلا پشمات میریزه. نگاه کن، اصلا دلت براش ضعف میره. بعد این ورتر باز چیز داریم. اصلا من حرف نمیزنم، شما فقط دریابید، شما فقط ببینید اینا رو، چون حرف زیاد بخوام بزنم اعصاب شما خورد میشه. فقط این ای خدا. یعنی نگاه کن، این کیف دستت میگیری، این کیف رو میری هر جا دوست داری، بعد سیستم گیمینگت هم دستت دیگه من حرف نمیزنم، همه رو ببینید، عالیه به خدا. اصلا شب تو خواب میبینید همه اینا رو. امیدوارم که تو واقعیت به دست بیارید بچه‌ها، همتون بلا استثنا. خلاصه اینجا بازی‌های مختلفی رو گذاشتن شما پلی بدید. ببین بشه فورتنایت رو میرم، اما با دسته نمیشه.
Winning 4-1 in Oman is a big deal. A very, very big deal. You told me 1 of 10. Yeah, bro. But then Chelsea, you're gonna get back into offense. Why do you think they played it so slow in the first one? That's how difficult it is to play offense on Spurs. Oh! چقدر خوبه پسر میانورد. Baby, can't you see I'm calling? Got you should do. بخش این نمایشگاه اینجاست. خب توی اینجا حالا آمازون من مثلا این بازی ها درست کرده که بازی کنن که هیچ کدوم هم نمیتونن بدون هیچ خطایی انجامش بدن، هم میرینن. خب بچه اینم مسابقه عکس العمل دیگه، یعنی که باید سریع‌ترین عکس العمل نشون بدی. اونجا همون چراغا روشن میشه، باید تو سریع‌ترین زمان بتونی اونا رو بزنی. راستی بچه اینو می‌بینید؟ این من فکر کردم دختره، پسره. به خدا پسره، عکسشو میذارم برات. این داداشم، این پسره. من فکر کردم دختره، مثل اون یکی اون رو برو نگاه کنید. این است، این دختره. از اونم عکس گرفتم، اینجا عکسش هست. اینم از ایناست که خیلیاتون دیدید دیگه. میفته باید سریع بگیرید، بفهمید کدومو باید بگیرید. کلا تو گرفتنن دیگه، میگیرن. بگیره letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, you should've left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem, this ain't that regular tone, no. Do you follow me, baby? Can you see what I have? Do you like what you see? Do I follow your path? I don't know if I like you, I just know that you bad. Who you driving me crazy? You can drive in that cab. Hop out. If you don't like it, you gotta hop out. Always been a player, never dropped out. Rather cop the necklace before I cop. She want attention, I play the field with my henchmen. She want me back in attention. I study lessons, I'm in a different dimension. I move in different directions, we playing chess. She just gave me the address. See the lady in the dress. She the lady in my text, see the lady is a test. These days I roll alone, tryna stay the f*** up off the phone. Tryna come the f*** up off of poems, not tryna get cuffed up, cuffs of stones. Playing for keeps, I'm a top gun, she playing the sheets. When the ops come, I play for my team, go play with yourself, stop playing with me. Do you follow me, baby? Can you see what I have? Do you like what you see? Do I follow your path? I don't know if I like you, I just know that you bad. Who you driving me crazy?